دوستای قشنگ سلام. خب این دفعه اومدم با موضوع دوباره GKS به خاطر اینکه الان خیلی این موضوع داغه و خیلی ها میخوان اپلای کنن واسه GKS و نمیدونن اصلا باید چیکار کنن، اصلا رشته‌ای که میخوان اپلای کنن توی کدوم دانشگاه پیدا کنن، رشتهشو باید چیکار کنن و همه اینها. خب اگر ویدیوی اول رو ندیدین مثلا نمیدونین GKS چیه و یا اینکه کلا به چه دردی میخوره و شامل چیه، میتونید ویدیوی قبلی رو نگاه کنید که راجع به GKS کلا توضیح دادم. امروز این ویدیومون بیشتر به درد کسانی میخوره که میخوان برای فوق لیسانس و یا دکترا اپلای کنن، که توی اینجا براتون توضیح میدم که اصلا یعنی بهتره که چجوری دانشگاهتون رو پیدا کنین، از کجا دانشگاهتون رو پیدا کنین و خود گایدلاین اصلا شامل چیه. البته که خودتون برین گایدلاین رو بخونین، خب خیلی از مسائل رو متوجه میشین و اینو بدونین که هر وقت واسه هر چیزی میخواین اپلای کنید، گایدلاین خود دانشگاه یا گایدلاین خود GKS رو حتما ببینین و بخونیدش. خب اولا که اصلا از کجا باید این اطلاعات رو پیدا کنید. برای اینکه این اطلاعات رو پیدا کنید بهتره که برین سایت استادی این کوریا قسمت GKS و این چیزایی که بهتون میگم رو دانلود کنید. اول خود گایدلاین GKS رو که نوشته GKS G یعنی همون جنرال، خب و در واقع گریجویت، اون جنرالش برای فرم ها و یا مثلا چیز دیگه است. GKS G برای گریجویت، GKS U برای آندر گریجویت یعنی کارشناسی. منتها الان چون فوریه است، موقع و زمان برای اپلای برای کسایی که میخوان فوق لیسانس و یا دکترا بخونن و پست دکترا. پست دکترا چیه که بهش میگن پستاک، یعنی همون فوق دکتراست که بیشتر دوره‌های 6 ماه هست، 6 ماه تا 1 سال است، بستگی پروژه داره که بهش میگن دوره‌های یه دوره ریسرچری در واقع. و البته که دوره‌های ریسرچری هم خودش جدا ارائه شده. خب اصلا از کجا باید پیدا کنیم؟ فکر کنم گفتم یادم نمیاد. سایت استادی این کوریا میرین قسمت GKS، یه خود گایدلاین رو دانلود میکنین، 4 تا فایل زیپه که در واقع یکیش خود گایدلاینه که کامل همه چیز توضیح داده، هم انگلیسی داره هم کره‌ای. یکیش یونیورسیتی اینفورمیشنه که 2 تا فایله. یونیورسیتی اینفورمیشن یعنی چی؟ یعنی فایلیه که دانشگاه هایی که توی GKS شرکت کردن گایدلایناشون رو اون تو گذاشتن. خب یکیش یونیورسیتی اینفورمیشن، یعنی 2 تاش یونیورسیتی اینفورمیشنه، یکیش در واقع فرم هاست که شما برای اپلای بعد اون فرم ها رو پر کنید. خب که البته اینم بهتون بگم خود همین فرم پر کردن خیلی مسئله مهمیه. خیلی از بچه ها به خاطر اینکه فقط تو فرم هاشون اشتباه میکنن، مثلا اسمشون اشتباه مینویسن یا یه جاهایی که بعد فاصله بذارن برای اسمشون فاصله نمیذارن یا حتی برای رشتهشون، دانشگاهشون، اینا هر کدومشون به خاطر اینکه تعداد شرکت کننده زیاد هستش، در واقع داورا منتظر یک کوچکترین اشتباهن که شما رو ریجکت کنن. بنابراین این خیلی چیز مهمیه که شما این فرم ها رو چجوری پر میکنین یا مثلا کلا مدارکتون رو چجوری ارائه میدین، لیست مدارکتون، اینا خیلی مهمه که البته میتونید هم از مشاور ما کمک بگیرید هم از خدماتمون. ما خدمات اپلای داریم برای کسانی که حالا دوست دارن صفر تا صد شما انجام بدیم یا دوست دارن فقط کمکشون کنیم، تصحیح مدارک و اینها، که حالا اینا رو میتونید توی پیجمون ببینید که پیجمون رو حتما براتون تگ میکنم. حالا میریم سراغ این که اصلا خود ارشد، در واقع ارشد دکترا کلا GKS شامل چیه. ببینید توی ویدیوی قبلی هم گفتم که شما 2 روش میتونید اپلای کنید دیگه. یکیش ایمبسی ترک که میشه سفارت، یکیش از طریق یونیورسیتی ترک که میشه از طریق دانشگاه. حالا این یونیورسیتی ترک دوباره به 3 قسمت تقسیم شده. خب یکیش جنراله، یکیش در واقع اپلای خاصه که اینطوریه، یکیش هم اینترنشنال ارگانایزیشنه.
خب که هر کدوم از اینا رو زده دیگه. مثلا این مسی ترک که از طریق سفارت کلا 720 نفر میگیره که سفارت ایران 5 نفر رو میگیره کلا سالانه. 5 نفر شامل هم دکترا هم پست دکترا هم ارشده ها، نه اینکه هر کدومش 5 نفر. خب بعد یونیورسیتی ترک که قسمت جنرالش دوباره تقسیم میشه به 3 قسمت. خب یکیش جنرال عادیه که 150 نفر میگیره، یکیش RGKS که در واقع ریسرچ که 465 نفر رو میگیره، یه دونه هم کلا ریسرچ که 5 نفر رو میگیره. خب حالا یه قسمت دیگه داره که آرندیه که قسمت اسپیشیالایزیشن آرندیه که 300 نفر رو میگیره، گلوبال نتورک که 80 نفر رو میگیره. حالا اینجا تو خود گایدلاین توضیح داده که اصلا اینا چی هستن. اولا که در مورد گلوبال نتورک خب که 80 نفر رو میگیره گفته که توی قسمت یونیورسیتی ترک فقط ارائه میشه دیگه، که در واقع شما برای این باید هر پروفایل هر دانشگاه رو جدا چک کنید. خب که هر دانشگاه جدا چک میشه و برین توی خود دانشگاه قسمت ادمیشن اسکولارشیپ که ببینید این گلوبال نتورکی که ارائه میده شامل چه در واقع چیزایی هستش، چه چیزایی از شما میخوان، چه مدارکی از شما میخوان، ریکوایرمنت داکیومنت ها، یعنی مدارکی که از شما میخوان که شما ارائه بدید در دانشگاه چی هستش. اینو باید برین از پروفایل دانشگاه چک کنید. حالا من اسکرین شات های اینها رو براتون میذارم که الان کلا همین که الان براتون توضیح دادم اسکرین شاتش رو میذارم که ببینین و بعدش حالا چیزهای دیگه. خب حالا دانشگاه ها کلا به 2 قسمت تقسیم میشن: دانشگاه تایپ A، دانشگاه تایپ B. دانشگاه تایپ A که در واقع دانشگاه های برترن و دانشگاه های B که یکم رتبه هاشون پایین تره. البته بچه‌ها اینو بهتون میگم دانشگاهی که کلا GKS ارائه میده دانشگاه رنگداری هستن، یعنی دانشگاه خوبی هستن. اگه شما توش اپلای کنید و قبول بشین مطمئن باشید که دانشگاه خوبی هستش. خب دوباره اینم براتون میذارم اسکرین شاتشو. حالا دانشگاه هایی که این خیلی مهمه، بچه هایی که میخوان از ایمبسی ترک یعنی از طریق سفارت اقدام کنن، هر 2 دانشگاه تایپ A و تایپ B رو میتونن انتخاب کنن توی انتخاب رشتهشون. و اینو بدونید که کسانی که انتخاب رشته میخوان بکنن توی دانشگاه ها از طریق دانشگاه کسانی هستن که میتونن 3 دانشگاه ها با 3 رشته مختلف رو اپلای کنن. و بازم براتون این نکته رو بگم که دانشگاه انتخاب کردن و رشته انتخاب کردن خیلی مهمه و تو قبولی شما تأثیر داره. خب قسمت بعدیش یونیورسیتی ترک. حالا اینو ببخشید من هنوز سرماخوردگیم خوب نشده، برای همون هنوز سرفه میکنم، ولی چون که وقت کم بودش برای GKS مجبور بودم که این ویدیو رو ضبط کنم. خب قسمت یونیورسیتی ترک یه قسمت جنرال داره، یه قسمتش هم که اسپیشیالایزیشن و یه قسمتش اینترنشنال ارگانایزیشن. خب توی دوباره اسکرین شاتشو براتون میذارم. توی قسمتی که بعد شما اپلای کنید برای دانشگاه ها، قسمت جنرال قسمتیه که شما ببینید یونیورسیتی ترک اینو بدونید شما فقط 1 دانشگاه ها میتونید انتخاب کنید که بهتر دانشگاهتون تایپ B باشه چون شانس قبولیتون میره بالاتر. قسمت و اینو دقت کنید توی گایدلاین حتما اینا رو چک کنید. دانشگاه تایپ A و B شما تو جنرال میتونید دانشگاه تایپ A یا B رو انتخاب کنید. توی RGKS قسمت تایپ B رو فقط میتونید انتخاب کنید. توی ریسرچ تایپ A یا تایپ B رو انتخاب کنید. خب جفتش همینجوریه، پس یعنی یه دونه دانشگاه. حالا یه قسمتی داره که آرندیه که فقط 21 دانشگاه رو معرفی کرده. شما از بین این 21 دانشگاه فقط میتونید تو قسمت آرندی شرکت کنید و گلوبال نتورک هم فقط 5 دانشگاه رو معرفی کرده. یعنی شما فقط باید اون 5 دانشگاه رو توی پروفایلشون برید و چک کنید که شامل چه مدارکی هست و شامل چه کسایی میشه که چه کسایی میتونه. یه دونه هم اینترنشنال ارگانایزیشن داره که تایپ A یا تایپ B که بازم اونجا گفته که به هر دپارتمان باید مراجعه کنید. خب
که البته اینو بهتون بگم ایران کلا این هم دقت کنید، مثلا ببینید اومده گفته که کشورها هر کدومشون شامل چیه. مثلا تو قسمت جنرال، تو قسمت اینوستر گفتم از طریق سفارت 5 نفر قبول میشن، از قسمت یونیورسیتی ترک کسانی که جنرال انتخاب شدن 1 نفره، جنرال رو انتخاب کنن، کسایی که RGKS رو انتخاب کنن 5 نفرن و توی آرندی 300 نفر دیگه اینجا نیومده نشنالیتی اعلام کنه. تو آرندی 300 نفر میتونن اپلای کنن که بستگی داره که شرایطشون کدوم باشه. فقط حواستون باشه که توی آرندی فقط اون 21 دانشگاه رو میتونید چک کنید و همینطور گلوبال نتورک هم همینه. و حالا خب چه کسانی واجد شرایطن؟ اولا که واجد شرایط ها حتما باید کسانی باشن که از دانشگاه‌های کره فارغ التحصیل نشده باشن یا مدرسه کره، یعنی کسانی که مدرسه کره درس خونده باشن. مدارس ها بچه‌ها با کالج زبان اشتباه نگرفت، کالج زبان کلا قضیهش فرق داره. کسانی که مدارس یا دانشگاه کره نباشن، پدر مادرشون کره‌ای نباشه یا سیتیزن کره نباشه، خودشون سیتیزن کره نباشن، میتونن این رو شرکت کنن. و کسانی که کسانی که میخوان ارشد اقدام کنن حتما باید مدرک لیسانس داشته باشن یا تا 31 جولای 2025 حداقل فارغ التحصیل بشن. کسانی که میخوان دکترا اقدام کنن حداقل باید مدرک مستر داشته باشن، یعنی مدرک فوق لیسانس داشته باشن که اونم بازم تا 31 جولای بعد فارغ التحصیل بشن. یعنی حتی کسانی که الان فارغ التحصیل نشده و چند ماه دیگه فارغ التحصیل میشن ولی تا 21 جولای که در واقع میشه 4-5 ماه دیگه میتونن ثبت نام کنن. خب حالا توی بقیه‌اش هم که همطور دیگه پست دکترا هم همون دکترا میخواد ازتون که شما باید اپلای کنید. حالا چیزی که خیلی ها از من میپرسن بحث معدله. برای معدل شما باید بچه‌ها توی جدول معدل توی گایدلاین رو چک کنید. کسانی که معدلشون یعنی CGPA شون یا همون GPA شون 2.64 از اسکیل 4، 2.80 از اسکیل 4.3، 2.91 از اسکیل 4.5 و 3.23 از اسکیل 5 باشن میتونن اپلای کنن و این که اسکیلشون 80% از 100 بشه. ببینید این یعنی این که معدلای 15 و فکر کنم نیم به بالا واجد شرایط میشن که توی این بورسیه اپلای کنن. خب بازم اینو از توی جدول چک کنید، ولی اگر CGPA تون رو به دست بیارین تقریبا میشه معدل 15.5 به بالا واجد شرایط برای این در واقع بورسیه هستن. و مسئله که دیگه هست سن کسانی که زیر 40 سالن، یعنی کسانی که نهایتاً بعد از سپتامبر 1985 اول سپتامبر 1985 به دنیا آمدن، 1985 میلادی ها، شما بعد سال تولدتون رو به میلادی حساب کنید که اینا رو همه تو گوگل میتونید بزنید دیگه و در بیارید و اونها میتونن شرکت کنن. کسانی که میخوان برای فوق دکترا شرکت کنن 45 سال تقریبا میتونن شرکت کنن، کسانی که 1980 به بالا. و اینکه مدرک زبان، هر کی که مدرک زبان داشته باشه امتیاز بورسیش بیشتر میشه طبق جدولی که آخر گایدلاین ارائه داده. یعنی مثلا شما با آیلتس 8 90% تو شانس قبولتون برای بورسیه هست، یا مثلا با تاپیک مثلا 56 90% شانس قبول دارید و همینطور درصدا میاد پایین‌تر. پس درسته که از شما ممکنه مدرک زبان نخوان، ولی مدرک زبان اگر داشته باشین امتیاز بورسیه رو بیشتر میگیرین و از لحاظ جسمی و روحی باید آدم سالمی باشین و شما یه تعهد امضا میکنید که معلولیت جسمی ندارین و متاسفانه کسانی که معلولیت جسمی دارن نمیتونن شرکت کنن این بورسیه رو. و اینکه همینطور روحی مثلا اینو حواستون باشه که پرسونال استیتمنت که می‌نویسین، استادی پلنی که می‌نویسین، همه اینا یه وقت توش اشاره نکنید که مثلا من افسردگی گرفته بودم نتونستم معدلم مثلا 20 بشه، معدلم شده 15 یا مثلا خیلی هم مسئله دیگه. شما باید اینو دقت کنید که توی همین قسمت
هلس اینشورنسشون خیلی براشون چون مهمه، در واقع بیمه سلامتی که میخوام به شما بدن، پس نباید مشکل روحی، روانی و مشکل جسمی داشته باشین. خب چیزی که دوباره شما یه چک لیست داره توی گایدلاین، مدارکی که شما باید ارائه بدین باید توی این چک لیسته براتون یعنی چک کنین. کسانی که برای ارشد میخوان اقدام کنن باید مدرک لیسانس داشته باشن. کسانی که برای دکترا هم مدرک لیسانس هم مدرک فوق لیسانسشون رو ارائه میدن و این از این. حالا نکته مهم، من اصلا یعنی چیزی که خیلی ها میپرسن، من اصلا از کجا رشته‌مو پیدا کنم که ببینم چه دانشگاهی چه رشته‌ای ارائه میده. همونطور که بهتون گفتم، شما وقتی یونیورسیتی اینفورمیشن رو دانلود میکنین، اون فایل زیپی که بهتون گفتم دانلود میکنین، توی اون فایل یونیورسیتی هایی که دانشگاه هایی که دارن رشته ارائه میدن به علاوه مثلا چیزای دیگه تو گایدلاین گذاشتن جدا، یعنی مال خود دانشگاه غیر از اون گلوبال نتورک و اون چیزی که بهتون اشاره کردم، اونایی که برای اسناد دانشگاه چک کنید. توی خود گایدلاین گفتم 21 مثلا دانشگاه اومده معرفی کرده برای آرندی، نمیدونم 5 تا دانشگاه معرفی کرده برای گلوبال نتورک. اینا رو شما میرید اسم دانشگاهی که دوست دارین توش پیدا میکنین، میرین توی اون فایل زیپ، خب توی اون فولدر، و از توی اون فولدر دانشگاه مورد نظرتون رو پیدا میکنید و رشته هایی که اون دانشگاه داره ارائه میده رو پیدا میکنید که ببینید اون رشته‌ای که شما میخواین داره ارائه میده یا نه. خب دونه بدونه کلا هم 70 دانشگاه بیشتر نیست، یعنی یه روز وقتتون رو نهایت بخواد بگیره، ولی شما این مدلی میتونید پیدا کنید ببینید رشته‌تون رو کدوم دانشگاه داره ارائه میده. از کجا بفهمید کدوم دانشگاه بهتره انتخاب کنید؟ گوگل سرچ کنید ببینید دیتا هایی که سالهای قبل دادن تو رشته شما کدوم دانشگاه پذیرش بیشتری داشتن. این میتونه کمکتون کنه که بخواید انتخاب کنید. خب پس این چیزیه که خیلیاتون نمیدونین، همش میگین که فلان رشته رو ارائه میده. طبق گایدلاین همه رشته ها شامل بورسیه هستن، ولی اینکه کدوم دانشگاه رشته‌ای که شما میخواین ارائه میده رو باید برید از قسمت فایل یونیورسیتی اینفورمیشن دانشگاه مورد نظر، مثلا زده بوسان یونیورسیتی، بوسان رو میرید پیدا میکنید، گایدلاینش رو چک میکنید که رشته‌ای که شما میخواین ارائه میده یا نه، و اینطوری میتونید رشته مورد نظرتون رو پیدا کنید. این نکاتی بودش که بهتون میگفتم. اگر میخواین شرایطتون بررسی بشه، اگر نمیدونید چجوری باید اپلای کنید، میتونید از آموزش‌های ما کمک بگیرید. ما آموزش داریم که توی آموزش‌ها من همه اینها رو توضیح دادم. شما میتونید با آموزش‌های ما خودتون همه کارهای اپلایتون انجام بدید، یا نه اگر بخواید ما براتون انجام میدیم. خلاصه که هر کار داشتین میتونید از داخل پیج به قسمت مشاوره پیام بدین و با هم در ارتباط باشیم. امیدوارم موفق باشین. ویدیوهای ما رو دنبال کنید. تا اینجا هم که اومدید حتما سابسکرایب کردین. ممنون ازتون. خدا نگهدار.